باز اینطوریه که ما 20 تا سوال تو این نوشتیم، اگه جواب دادیم که داریم، ندادیم من مجازاتو بخوریم. زشترین کاری که در جمع انجام داده بودید. آخه 90% کارا که تو جمع انجام میدم برای عرف جامعه زشته. عاطفه ترانه است. خب بدو. استوری سمی بذار اینستا. من چی انتخاب کردم؟ من پیاز انتخاب کردی؟ وای خدا کنه یه سوال بیاد فیلی بخوره خودت خواهش می‌کنم. معجون هم انتخاب کردی؟ نه معجون انتخاب شب نمیرم بیرون دیگه. تا حالا دزدی کردی؟ اگه آره تعریف کن. آره تعریف کن. بچه بودم خیلی به جوجه نون میدادم. نه حالا به وای اگه پسرم من ویدیو رو ببینه چی پسرم نگفتی؟ نمیدونه هنوز. خب دیگه بچه بودی هم نداره. یخشه. وای نه اصلا باید مجازات شو. میتونی بخوری. نه اسیرم نمیخورم به درک از فرستافرین. ناراحت شو. آقا دیگه تموم شده دیگه. پسرمون یه CD داشت، به عمومینا تهران میشنن، یه CD داشت، CD آشیانه اژدها بود. اون تایما بود که این باکس CD داشتیم تا خرخره پر. و من خب با هم دیدیم یه بار این CD رو و من خیلی خوشم اومد. من اون موقع چه فازی بود دوست داشتیم یه CD مثلا 40 بار ببینیم. و CD رو برداشتم ازش بردم خونمون، تو این بیلبلکای CD داشتیم که اینجوری در داشت چیز اینجوری. خب نمی‌فهمم یه چیز اینطوری. خب بردم یه کاغذی هم تهش بود اگه یادتون باشه. خب کاغذ تهی رو برداشتم، CD رو گذاشتم ته، کاغذ رو گذاشتم روش، بقیه CD رو ریختم روش. آره بعد پسرم خیلی باهوشه، اصلا ته هوشه، گفتش من میدونم الهه برداشته CD. خلاصه که زنگ زد به مامان من که گفت آره CD الهه برداشته، بیا بده من. پیداش کرد؟ دقیقاً همون CD که من خیلی دوست داشتم اونم همون CD رو خیلی دوست داشت، یعنی دوتامون فیوریتمون. به همین خیلی ناراحت شدم. مامانم هر چی گشت پیدا نکرد، هر چی ها. خب به من میگفتم نه من که ندیدم. چرا؟ تو به من اعتماد نداری مامان؟ اون ته CD رو هنوز دارمش. خب بچه مجازات فلفل من افته الان دیگه میافته بهم. بریم یه سر کثافت میده اینجا، بو کثافت میده. خودم دارم. برو تو کوچه داد بزن بگو شوهر میخوام. این خوبه. بلش من تو این محل آبرو دارم. بگو آقا من شوهر میخوام. گذاشتی رد شه، قبول نیست. ماشین بعدی باش بده رو راهنما میز. شوهر بخون خدا شوهر میخوام. بو اکسلنت. خب بگو تو حالا مواد مخدر استفاده کردی؟ نه. من بابا من بچه ای سگ سیاه داره راست میگه. مگه من چقدر سن دارم؟ خب من چرا این سوالا به من نمیافته آقا؟ اولین استوری پسر اینستا پیام میدی میگی من ازت خوشم میاد. اینا این یارو دایرکت جواب میده. ببین به خدا جواب میده، زشته به قرآن. افسرده و پاره. ایده بازی میده. میشه مجازات امتحان کنم؟ سیر میخورم. سیر بخور. فلفل. سیر بخور. گفتی سیر میخورم. سیر. من بخورم. حاجی خیلی تنده. بخور دیگه. الان این سگ چجور میخوری؟ خوشمزه دادم. اون ترکیب سمی پدرسای بود دیگه. چیکار کنم؟ خب تا آخر بازی لیوانم بگی دست ببر بالا. دست بالاه دیگه پایینه. نه مجسمه آزاد راست یا بالا. داده خسته میشم نهایتا 3 ثانیه من بتونم اینجوری بگم. خب همون دیگه بقیه‌اش دیگه میاد پایین دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم اون چیزه بهت بیفته. به چهارمین خطب اخیر زنگ بزن و آقای بدنصر همینا میخوام. شده بذار یه آدمی پیدا کنم که قشنگ حال بده ایسکا کردنش، بخندیم.
الو چطوری خوبی؟ الو علی خوبی؟ سلام. علی میگم من حالم خیلی بده. اینجا با چند تا از بچه‌ها بودیم، بعد چیز خوردم، مشروب و اینا خوردم، ولی نمیدونم چی بود. الان اومدم خونه، حالم خیلی بده، اصلا نمیفهمم کجام، چه خبره، خیلی سرگیجه بدی دارم، خیلی حالم داغونه، نمیدونم چی کار کنم. خونه ای؟ آره ولی نمیتونم اصلا برم تو حیاط نشستم، مامانم اینا خونه نیستن. باشه ببین نمیدونم الان چیز زنگ بزن نمیدونم. باشه من الان نمیدونم، باشه بهم زنگ بزن. اوکیه، خدافظ. الو علی میگم کلانتری اینجا کنار دست من وایساد، چیکار کنم؟ وای طورنی نگاهش نکن. نه اومد یه نگاه به من کرد، خیلی داداشم ایسکا بودی. کلانتری فرون وایساد که نگاهش نکنه. رو میخورم مجون؟ خب میخوام بخور، نمیاد برام. کسی تو این جمع هستم خوشگل تره؟ کی از همه؟ خب معلوم میگم مبینا. مبینا؟ اوکی. زنگ بزن به مامانت یا بابات بگو میخوام خونه مجردی بگیرم جدا بشم ازتون. خود مامانم الان زنگ میزنم. نشه بابا زنگ بزنی؟ تو رکورد کن. نشه بابا زنگ بزنی. مامان نه بابا. باشه بابام زنگ میزنم. سلام بابا، خوبی؟ قربان. با مبینا با گوشی رو اونا زنگ زدم. با میگم خواب که نبودی؟ با میگم یه چیزی میخوام بهت بگم، چیزه خیلی مهمه. من یه تصمیم گرفتم، میخوام اول به تو بگم بعد مامان بگم. من خیلی علاقه دارم خونه مجردی بگیرم، میخوام برم خونه مجردی بگیرم، حالا آباده، تهران، هر کجا که شما اوکی باشین. گفتم باهات هم فکری کنیم، مشورت کنیم. آباده هر جا دوست داری دیگه، هر جا خودت عشقت میکشه، فقط خونه مجردی باشه، مستقل شم. نمیدونم والا الان تو این شرایط، تو این وضعیت، الان به نظر من تو این شرایط موقعیت الان صلاح نیست. چرا؟ مثلا چه ایرادی داره مگه؟ این شرایط مملکت در حال حاضر بابا جون الان صلاح نیست. مملکت امنیت نداره به هیچ عنوان، صلاح نیست. خب پس کی انجام بدم؟ باید بذاری صبر بکنی وضعیت درست بشه. خب باشه بابا. حالا بعدا با هم صحبت. باشه بابا، چالش بود، نگران نباش. خونه مجردی نمیگم، ولی خب چون دیدم آروم گرفتی، خیلی شل گرفتی، ولی خونه مجردی دوست دارم، خواستم در جای باشی. متشکرم. کار نداری بابا. خداحافظ. من نمیخوام. بابا بهتر از همشه. یه قلوپ ریز فقط مزه کنی دیگه، همه مجون انتخاب میکنن تا آخر. آخرین باری که مشروب خوردی کی بوده و کجا بوده؟ یا حالا یا چهارشنبه یا سه‌شنبه. 24 روز پیش. آره 3-4 روز پیشه. بود. کجا؟ دیتیلش دیگه همین. کجا بوده؟ باغ بود. آها تو خونه؟ آره. خونه خوردم واسه بچه‌ها. دونه آخر میفته. آره. بسم الله الرحمن الرحیم. کثیف در این قسمت اتاقت یا خونت کجاست؟ شاشگاه سگا. گل خونه منظورشه. اون بالکن توره؟ آره دیگه بوی جیش سگ میده دیگه. فکر کن دیگه خودت حساب کن دیگه باش. اونجا از اون محیط چه استفاده میشه ببر. لابراتوار نازیه اونجا. آره. ویدیوی بعدی که ما توش باشیم، ویدیویی که مبینا خودش میگیره تاکید اصلا خوب نیست. تا ویدیوی بعدی که ما توش باشیم ان زود میگیریم. داریم میگیره صدامو. تا درودی دیگر بدرود. نگفتم صبر کنید، برید همینجا بشینید، لایک
کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اگر دلتون خواست زنگوله شیر فعال لایک کنین. کامنت یادتون آره نره بچه‌ها. حمایت کنین. یه پرقدرت پخش کنین. برگشتم. آره آره دیگه حمایت ها کم باشه میره محو میشه، ما هم دیگه نمیبینیم. آره من خوب حمایت کنین. خلاص هم دیگه دوستتون دارم. خدافظ. خدافظ.